الهی پروردگار دعا کنیم پروردگار رو همه وقت همه خیل آزاد باشیم و آزاد سخن باشیم و چهره کشاد باشیم، آزاد جان بریم. الله تعالی من از شر خجند آمدید می قدم رنجانده آمدید امید کردی پروردگار البته نیت های نیکتانه ناامید نکرده من کارتان من را رفته استاده است پروردگار و آینده و هم باز کارتانه یعنی از آمدش آوردنی گرداند سربلندی بینی مردم نیت های نیکی دینی دونیمتون به خدا واصل گرداند و خصوصا همین جای مقدس جای قدم جایی که مردم قلبشان به جای گرفتگی اینه اگر از توحید یگان جای آباد کرده دلی مردم به همین می اندازم گوید نمی شده است چون که این دلی مردم به خدای تعالی انداختگی جاها حالا می شده است. بنابر همین جای مقدس من آمده استاده خدمت کرد استاده همین صحبت های و سخن های گذشته های و جای های زیارتگاه های من گرفته استاده اید. الله تعالی پروردگار دیگر مردم با آگاه می شوند و این جاهای مقدس همین خیلی جاها بودگیشه میفهمن با زیادتر حالا زیارت به می آمدگی مردم پیدا می شوند. البته خدای تعالی همین خیلی جایهای یک جایی مقدس کرده ماندگی که از همه جای پاک همینجا بوده است. یعنی پرسیدیم از پیغمبر خدا از همه جای پاک کجا گفتگینده از همه جای پاک همون مسجد گفتیند. الله تعالی خدای تعالی نیت های نیکی دینی دونتون به واصل گرداند. الله اکبر. رحمت